توی این ویدیو قراره که پرایم و پرایم تست کنیم و از 1 تا 10 به همشون نمره بدیم و ببینیم که بهترین پرایم بین این 4 تا کدومشونه. و نمره که تموم شد میخواییم 4 تا رو ترکیب کنیم توی یه لیوان ببینیم چه طعمی میشه، به اینم نمره بدیم. بذار من اینو درست کنم. حتما تا ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشین که ویدیوی ما رو میبینید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بزن شروع میکنیم از نوشیدنی پرایم. اول بلو از بری که تا اونجایی که رسانه ها میگن این خوشمزه ترینشونه. حالا من نظری ندارم، این زیرشه و اینم که دور تا دورش. بعد نسبتا زده که قندش کمه، خیلی کمه گفته، یعنی بستنی کمتر از چیزهای دیگه کمتر، ولی باز نمیدونم چون خیلی شیرینن، حالا خدا میدونه. بریم برای تستش ببینیم. خب دوستان مزه بعضیاشون که مزه دیگه میده، حالا من این مزه میگم بهترینشون از نظر خودم تا الان فعلا، چون اونا رو تست نکردم. این بلو از بریش مزه چجوریتون بگم، مزه شربت آب لیمویی که شکرش زیاده میده، یعنی همونه. یه ذره خیلی کمم طعم بلوبری داره. کلا خوشمزه ترینشون. حالا باید فکرشو کن اونا دیگه چه سمایی شاید بشن، اینجوری که میگن رسانه. حالا من نمیدونم، من تست کنم نظر خودمو بگم. تا فعلا من از 1 تا 10 به پرایم اولیمون میدم 9. فعلا میدونم زیاده ولی فعلا 9 میدم، چون حالا با تست کنیم ببینیم، چون 10 یعنی بهترینه دیگه، 9 هم یعنی 100. الان بهترینشون فعلا این بوده که من بالاترین نمره رو بهش دادم. و میریم سراغ نوشیدنی بعدی که سبزیجات هالووین توری داره. سبزیجات چیه باشتی؟ هالووین توریه، برای فکر کنم هالووین بوده. این هم دور تا دورش رو بچرخونم. اینا اگه انگلیسیتون خوب باشه یورین بگیره فوکوس کن یا اشتی. آره همینجوریه، این نوشته هاشه. این پرایم همین پرایم دیگه. خب درشو باز شد. این بوهاشون هم تست کنم. بوهاشون فرق داره. طعمش مثل این نیست، میگم فرق داره. تو بیا برو پایین خیلی احسان خوب تو کنی. این اصلا مزهشو نمیشه توصیف کرد، فقط اون شبیه نوشیدنی همین خودمونه. این اصلا مزهش فرق داره، ولی گفتم شیرینه، خیلی بدم نیست. این باز بهتر بود نظر من. من از 1 تا 10 به این نمره 7 میدم. بهش نمره 7 میدم. و میریم سراغ نوشیدنی بعدی. این هم نوشیدنی بعدی. دوبی نشون بدم. همکاری بوده، حالا من نمیدونم. اینه همکاری پرایم با نمیدونم چی بچرخونمش. خب این بوش
این بوش خوب بود، این بوش خوب بود، ولی این بوش خوب نیست و این یه ذره داره آزاردهنده میشه برای من. آب تمدار شده به درد نخور، این بدترینشون بوده الان تا فعلا. 7 پس شد 9 7 و بهش 5 میدم، بهش 5 میدم، یعنی صدر بختار. و آخرین نوشیدنی ما نوشیدنی جدیده، این تهدارشه، این گوسه کنه این میشه رنگ پرایم. و اینا رو بگم من هزینه کردم، حالا جز اونا ما اینا هم خریده بودم، حالا اینا رو دیگه خوردم دیگه، نرسیده به ویدیویی که من قرار بگیرم. کنجکاو بودم چه طعمی هن و آرسنالش رو خوردم خوب بود، آرساشو خوردم خوب بود و بایر مونیخش هم خوردم خوب بود. بین اینا، بین این سه تا بهتون بگم اول، دوم، سوم. و میریم سراغ آخرین گل سرسبدمون، ببینیم چه جوریه. این بازیش میکنیم. خیلی بو بدی میده، واقعا بوی بدی داره. رنگش هم بذار نشونتون بدم که این اول که گفتم دورش نشون دادم، رنگش رو نگاه کنید نسبت مثلا به این چندش. آره رنگش هم فرق داره، بوش هم فرق داره و مزهش هم، من اینو میترسم بخورم خیلی شو، بوش خیلی بده. وای 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 من چرا اینو خوردم، وای اصلا چرا خریدم اینو، بدترینشه. یعنی دیگه باید بگم خود یه ذره آب بلو ازبری میریزیم خیلی کم. اینو میریزیم که خوشم نیومد اصلا ازش. باشد تیبیکه. این هم از نوشیدنی که نمیدونم، واو یعنی میسوزه، واو کشته شدم. من دارم سر یه چسب بزنم اینجور پیرم نگه میدارم. خب اینم یه ذره از آبش میریزیم. و این هم از آخرین. و بریم به اینم نمره بدیم. خب بوشو حس میکنم انگار بوهای همدیگه خونسا شده، انگار بو نداره، آب انگار. و من به اینم 8 میدم، ترکیب 4 تاش 8. این شد اول. دوم شدش این. دوم شدش ترکیب 4 تایی شد. و سوم شد این. چهارمم شدش این، یه ذره بیام برتر. پنجمم شد این. حالا شما بریم بخرید تست کنید، اگه خوشتون اومد باز من میگم بین کل اینا این بهترینه. اگه میخواید کل پرایما رو بگیرید ولی مثلا اوکی، مثلا میتونید کل پرایما رو بگیرید که همشو بگیرید، به نظر من خوبه. ولی میخواید یک دونه پرایم کلا بگیرید بهترینش اینشه. به ظاهر توجه هیچ وقت نکنید. و قهرمان این دوره شدش پرایم بلو ازبری که خوشمزه ترین پرایمه بین کل اینا. خب
تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.